میخوام برم تو تهران و یه کار پیدا کنم تا باهاش بتونم زندگی کنم. میخوام استخدام بشم. شرایط چیه؟ شاگرد میخواستید؟ من در خدمتم. داداش اینج برق میره، به روات کار نمیدیم، انسان لازم داریم. من به این کارو برای ادامه زندگی تو شهر تهران لازم دارم. بذار کار کنم. شرمنده نمیتونم به شما کار بدم. من برای استخدام اومدم. سلام عزیزم، خوش اومدی. میتونی چای بریزی و قلیون چاق کنی؟ بله قربان، شما هر دستوری بدی اطاعت میشه. باشه عزیزم، میتونی از امروز شروع کنی. بریم تا برای مشتریات چای بریزیم. من علی هستم و این بود داستان امروز من تو تهران. لطفاً لایک و سابسکرایب کن. دمت گرم.